ماشین با این ایراد به شما مراجعه میکنه زمانی که ماشین رو پارک میکنن داخل آفتاب و چند ساعتی به حال خودش رها میکنن، بعد که میان استارت میزنن ماشین با استارت طولانی روشن میشه و اذیت میکنه توی روشن شدن. اگر میخوای علتشو بدونی بیا تا بهت بگم. این ایراد توی ماشینای 206 و 207 و رانا و محصولات سایپا خیلی زیاد شده که شیربرقیشون خراب میشه، باعث میشه بخارات روغن توی منیفولد جمع بشه و این اتفاق بیفته. نحوه تست شیربرقی کنیستر رو بیاد روی میز کار بهت بگم. شیربرقی کنیستر ما یه شیربرقی در حالت عادی کلوز هستش. یعنی چی؟ یعنی وقتی که در حالت عادی وقتی که سوکت بهش وصل شما فوت می‌کنید نباید فوتتون رد شه. که رد نمیشه. حالا اگر به سیم کشیش دقت بکنید یه مثبت از رله دوبل داره و یک پایه منفی. اگر من از منوی دستگاه دیاگ تست عملگر بزنم شما منفی رو ببینید، این منفی هستش که خود ایسی موتور قطع و وصل مونه. حالا اگر من سوکت رو جا بزنم و بخوام فوت بکنم بعد فوت من به صورت مداوم قطع و وصل بشه. که این یعنی شیربرقی سالم هست یا نیست.